اگه تو هم مثل من احساس میکنی که گاهی وقتا ذهن آدم ها خیلی پیچیده تر از چیزی است که به نظر میرسن و پشت داستان زندگی آدم ها ممکنه روایت های تاریک و پر از رازهای پنهان باشه، این کتاب مناسب توه. داستان مردی که در پیری تصمیم میگیره خاطرات خودش رو بنویسه، اما اینا خاطرات معمولی نیستن، خاطرات یک آدم کشه. این آدم درگیر آلزایمره و شروع میکنه نوشتن و ضبط کردن خاطرات و وقایع زندگیش، اما موضوع اصلی زمانی شروع میشه که احساس میکنه آدمی که وارد زندگی دخترش شده یک قاتل زنجیره‌ای دیگه است. و حالا نوبت اینه که برگرده به روزهای گذشته‌اش. این داستان هر لحظه شما رو سورپرایز خواهد کرد و من بهتون قول میدم از خوندنش لذت